هیچی هم قطعا نمیشه به دین نسبت داد. اینا چه میخواد بکنه با ما؟ جواباش هم روشنه و معمولا هم حاضر به گفتگوی صریح علمی نیستن، برای که اینا تو خالی ترین حرفا یعنی اینا به نیم ساعت بحث و مناظره احتیاج داره برای که روشن بشه چقدر تو خالیه. به نیم ساعت بحث که تن به همون نیم ساعتش نمیدن و نخواهند داد. ولی اهدافی که تعقیب میکنن ایناست: تحریف، اول تحریف و بعد تمسخر مفاهیم بزرگ انسانی مثل انفاق، ایثار، زهد، توکل، جهاد، شهادت. فکر میکنید چرا این مفاهیمی مثل زهد و توکل و ایثار و انفاق اینا چرا مسخره میشه؟ عقلانیت تو نظام لیبرال سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی کسی که سود بیشتر شخصی مادی برای خودش جمع میکنه و حاضر به انفاق نیست. این که میگم واقعا شما نظریه پردازان اصلی عقلانیت سرمایه‌داری ماکس وبر مثلا یا ویلفردو پارتو، شما ببینید منابعش صریح میگه انسان عاقل، این جمله‌شون ها. من توی رساله عقلانیتی که در باب جامعه شناسی توصیه چیز جزئی کوچیکی نوشتم آوردم جمله‌شو. میگه انسانی که اهل انفاق و ایثار است حتما عاقل نیست، زیرا عقلانیت یعنی ترجیح کفه سود مادی شخصی، ترجیح کفه سود خودت بر سود دیگران. بنابراین هر جا دیدید جاییه که کسی داره منافع و مصالح دیگران رو بر سود مقطعی مادی خودش ترجیح میده، حتما یا دیوانه است، یعنی عقلش درست کار نمیکنه، یا تسلیم جزمهای سنتی گذشتگان است، وارد حوزه عقلانیت مدرن نشده. مدرنیته با این مفهوم، مدرنیته یعنی حیوان بودن. فرهنگ مدرنیته با این تعریف و این تعریف یه اقلیت، این تعریف اپوزیسیونه روشنفکری در غرب، این تعریف نظریه پردازان اصلی مدرنیته سرمایه‌داری در غرب. چرا انفاق و ایثار و زهد مسخره، اول تحریف میشه و بعد مسخره میشه؟ برای توجیه نظام آکل و مأکولی سرمایه‌داری غرب. برای که این مفاهیم که آمد یا اسراف نکنید، یعنی چی؟ اصلا اسراف شرط قوام نظام سرمایه‌داری لیبراله. بدون اسراف، بدون ربا اصلا این نظام نمیچرخه. فرهنگی که در برابر ربا و فاصله های طبقاتی و اسراف و رانتخواری بایسته، این فرهنگ حتما باید از سر راه برداشته بشه. باید گفت آقا این مشکوک نسبی سرطان نداره، هر قرائتی میشه کرد تا چیزی ازش نمونه. این خاکریز مقاومت باید برچیده بشه در برابر منافع کمپانی ها. و تطهیر همین وضع موجود جهانی. من جایم عرض کردم این روشنفکرای ما که ادای انقلابی در میادن اپوزیسیون میشن در برابر انقلاب اسلامی، چون خود انقلاب اسلامی اپوزیسیون جهانی سلام، اپوزیسیون قدرت جهانی عامل قدرت جهانیه. اینا هنره. کسانی که در برابر انقلاب امام اپوزیسیون، قوی ترین هسته اپوزیسیون در برابر قدرت، مافیای قدرت و ثروت دنیا امروز. کسی که اپوزیسیون میشه در برابر این خط مقاومت، این ادای اپوزیسیون داره در میاره. این در واقع عامل اجرایی و سخنگو و آلت دست همون مافیای قدرت و ثروت جهانی است، بداند یا نداند. و به شما بگم در تاریخ، من فکر میکنم در تاریخ 50 سال گذشته روشنفکری اینقدر محافظه‌کار و کنسرواتیست ما نداشتیم در ایران. همینا که ادای رفرمیسم در میارن و اصلاح طلبی خارج از حوزه تفکر اسلامی و انقلابی رو ازش بحث میکنن، نه اصلاح طلبی در داخلی حوزه، خارج از این حوزه حرف میزنن، اینا عین مظاهر کنسرواتیسم هستند. چون اینا حافظان نظام مافیایی ثروت قدرت جهانی هستند. محافظه‌کاری و کنسرواتیسم از این برجسته‌تر نیست اصلا. اینا میان تبرئه کنن این وضع حاکم بر دنیا رو و تطهیر و تئوریزش بکنن، تحت پوشش البته توسعه، تحت پوشش آزادی، دموکراسی، نسبیت. آمدن همین حاکمان دنیا رو غسل تعمید بدن. کار دیگه اینا نمیخوان بکنن. به نام تولرانس و مدارا مرزهای ارزشی انقلاب رو میخوان جمع کنن و برچینن. به جایی که به حقیقت اصالت بدن، حقیقت رو به نام تکثرگرایی بین ایده های متناقض تقسیم میکنن
یعنی اونی که میگه شب و اونی که میگه روزه، هر دو راست میگن. آقا پلورالیسم خالص معنیش اینه دیگه. گفتم من یه عرض کردم کسی گفت آقا الان روزه، بنده خدا گفت شما درست میگی. یکی آمد گفت شب الان، گفت شما هم درست میگی. نفر سوم اومد گفت چطور میشه همین درست بگی همین درست بگی دیگه، الان یا روزه یا شب. گفت اتفاقا شما هم درست میگی. پلورالیسم یعنی این پلورالیسم خالص بدون چربی و استخوان، معنیش اینه. پلورالیسم با شعار پلورالیسم و به نام تکثرگرایی، برای که حقیقت نمانه، میخوان این حقیقت رو خورد بکنن، بین عدالت خواهان و جبهه ضد عدالت حقیقت رو تقسیم کنن، بین طرفداران حقیقت و مخالفان حقیقت انبیایی رو تقسیمش بکنن. توزیع حقیقت بین همه، اونایی که ضد عدالتن و اونایی که طرفدار عدالتن، اونایی که ضد توحیدن و اونایی که طرفدار توحیدن، بین همه تقسیم میکنیم. هر کدوم یه حصه، یه سهمی از حقیقت داریم. ببین اینا همه ظاهرش پیام‌های روشنفکریه. اینا کدهایی است، باید بشکنید، باز کنید، بخونید درست که چه کارکردی داره، چه فونکسیونی داره. دغدغه حقیقت رو فدای دغدغه امنیت میکنن از نوع سرمایه‌داریش. به اسم آزادی عدالت رو به سرزمین رؤیاها تبعید میکنن، میگن عدالت جزء یوتوپیاست. توجیه فرهنگی و تئوریک دست پا میکنن برای له شدن توده‌های فقیر در جهان و حقوق بشر رو از حوزه بالاتنه به حوزه پایینتنه انسان پایین میکشن. و او حقوق بشر دیگه ما کردیم، حقوق بشری که اینا تصویر میکنن این حقوق گاو، نه حقوق بشر. تو فرهنگ اسلام گاو هم این حقوق داره که اینا برای بشر قائلن. انبیا آمدن یه حقوقی فراتر از حقوق گاو و گوسفند برای انسان قائل شدن. اونا رو قائل شدن یه چیزایی روش گذاشتن، برای که انسان رو خلیفت الله خواستن و دیدن. به نام نسبی گرایی همه معیارها رو مبهم و مجمل و غیر قابل تمسک و غیر قابل عمل کردن، برای که از شکاکیت اعاده حیثیت تاریخی بکنن برای شکاکیت و یه جور صوفیزم مدرن. و تو عالم مدرنیته همون صوفیزم باستانی دوباره بازسازی و بازتولید شده. اسم رئالیسم رو گذاشتن جزمیت، اسم شکاکیت رو گذاشتن رئالیسم انتقادی. به رئالیسم میگن جزمیت و تعصب، به شکاکیت میگن رئالیسم انتقادی. این بازی با الفاظ و کلمات رو حواستون باشه. و برای توجیه ظلم جهانی گفتن انقلاب مساویس با خشونت، ایدئولوژی مساویس با توتالیتاریسم. اینا همه برای همون منشأ همون تفکیک دنیا از آخرت و حق از تکلیف و اخلاق از سیاست و دین از دولته، که نتیجهش نهایتاً این خواهد شد که با تفسیر مثلا آنالیتیک همه مفاهیم ارزشی، همه این مفاهیم از دین تا ایدئولوژی همه میشن اساطیر، و بعد اعلام میکنن که زندگی عقیدتی و جامعه ایدئولوژیک بنیادگرایی و فوندامنتالیسمه و فقط مشکل احمقها رو حل میکنه. اینها مبنا و روش برای یک زندگی عقلایی امروزی نیست. اینا اون فرهنگی است که من خواستم برادران و خواهران عزیز رو اجمالاً توجه بدم به این نکته و یه مقداری بتونیم با چشم بازتری تفسیر بکنیم اون چه که داره در کشور میگذره در حوزه فرهنگ. مباحثی که یه مرتبه تو بورس فرهنگیان در واقع سیاسیان، منشأ و معال و منتهی الآمالش معلوم باشه که کجاست. و البته فرصت نشد که بگم این نوع روشنفکری چرا در کشور پرورش پیدا کرده میکنه. یه علت عمده‌اش من بگم این یه علتش بود، اما یه علت عمده‌اش هم رواج نوعی طالبانیسم و قشریگری در جامعه است. من یه جای دیگه هم عرض کردم، هر جا قشریگری و تحجر رواج پیدا میکنه به فاصله کوتاهی این نوع روشنفکری‌های انحرافی هم متولد میشن و به سرعت رشد میکنن و متورم میشن. تحجر و این نوع روشنفکری منحط، اینا هر دو برادران دو قلو هستند. اینا ظاهرا با هم دشمنن، در واقع در یک سیکل مشدد همدیگر رو تقویت میکنن و هر دوشون یه دشمن دارن و او اسلام اصولگرای اجتهادی است. چون تحجر ضد اون اسلام اجتهادی است، این نوع روشنفکری بدعت‌گذارم ضد اسلام اصولگرا و اجتهادی است. هر دوتا اینا با اجتهاد مخالفن. اجتهاد متدیک درست، اجتهاد تفکیک هسته از پوسته است در دین.
یه دین یک احکام و معارف و ارزش‌های ثابت داره که قطعی و ثابت و ضروری اونا هسته